خوب به این کلیپ نگاه کن. یه نکته بسیار بزرگی داره که به همه ما درس عبرت میده. 2 خرن که با هم دوان از عرض جاده میخوان عبور کنن که یکی از اون 2 با ماشینی که در حال طی کردن مسیرش بود برخورد میکنه. اینو میخوام بهت بگم، این خر که به ظن ما آدما هیچ نمیفهمه و نادونه، که خیلی وقتا این لقب ما با آدمایی میدیم که هیچ نمیفهمن، اولین کاری که میکنه توقف میکنه، برمیگرده برای کمک و دستگیری همراه خودش، تقلا میکنه با زور و سختی زیاد، حتی اونو به دندون میگیره که اونو از زمین بلند کنه. ببین رفیق، این ما آدما هستیم که از زمین خوردن هم خوشحال میشیم و اینجاست که باید گفت به راستی حیوانم آرزوست.